اما یه بخش دیگه ای داریم آقای رئیسی. خانم فهمی بچهای گروه سرود مهدویون اون طرف استودیو بله از محمود آباد تشریف بله آوردن. خوشگلشون آمادن یه کار خوشگلی و تقدیم نگاه مهربون تک تک شما بیننده‌های سرخیز و باحال صبحونه بکنن. آماده این؟ بله. و موافق ببینیم بله، اون بشنویم. بله، خواهش میریم. میکنم با عشق تقدیم به شما. بله خیلی متشکرم از بچهای گروه سرود مهدویون. دستشون هم درد نکنه. به افتخار همه پدرای دست بزنید. کم کم